سلام، من یاسمنم و امروز دارم اولین ویدیو کانال یوتیوبم رو ضبط میکنم. خیلی خوشحالم که از این به بعد قراره اطلاعات و تجربیاتی که تو این زمینه دارم با شما به اشتراک بذارم. اول از همه من یه فیزیوتراپیستم که به مدت 8 سال دارم توی کشور ترکیه شهر استانبول زندگی میکنم. به مدت 2 سال فیزیوتراپیست تیم بشیکتاش بودم و در حال حاضر دارم به طور مستقل کار میکنم. قراره که از این به بعد اطلاعاتی که میتونه به درد شمایی که هیچ اطلاعی تو این زمینه ندارین و یا کسایی که علاقه به این رشته دارن و دوست دارن که وارد این رشته بشن و یا حتی شمایی که در حال حاضر دارین توی این رشته تحصیل میکنین بخوره. شاید شمایی که الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنین کمردرد، دست درد داشته باشید به خاطر نوع کاری که دارین انجام میدین، به خاطر نوع نشستن، خوابیدنتون و یا حتی مشکل نورولوژی داشته باشید. حالا نورولوژی چیه؟ توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. قراره که از این به بعد ویدیوهایی رو شیر کنم با شما که بتونین از این ویدیوها استفاده کنین و توی خونه درد خودتون رو کمتر کنین و راحت بتونین به زندگی ادامه بدین. خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای به خاطر نوع ورزش که دارن انجام میدن به خودشون آسیبایی وارد میکنن. این ویدیوها قراره به درد اونها هم بخوره. 90% کسایی که به من مراجعه میکنن ورزشکارای حرفه‌ای هستن که به دلیل آسیب‌هایی که به خودشون وارد کردن به من مراجعه میکنن یا فقط برای ریکاوری. قراره که ورزش‌ها و حرکات اصلاحی که به اونها هم آموزش میدم به شما هم آموزش بدم و خیلی چیزهای دیگه. شما میتونید با آناتومی انسان بیشتر آشنا بشین و نوع درمان‌هایی که ما داریم انجام میدیم هم از نزدیک ببینید. قراره که در ویدیوهای آینده شما رو با خودم به محل کارم ببرم و اونجاست که میتونید با ورزشکارا و نوع درمان‌ها بیشتر آشنا بشین. خیلی خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنین و اگر موضوعی هست که دوست دارین توی ویدیوی بعدی در موردش صحبت بکنم برای من توی کامنت بنویسین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.